فروش جدید خودروهای وارداتی از شنبه شروع میشه. طبق گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، آخرین عرضه خودروهای وارداتی توی سال 1403 از ابتدای هفته آینده یعنی شنبه 18 اسفند ماه آغاز میشه. امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. بر این اساس متقاضیان میتونن یکی از حسابهای بانکی خودشون رو وکالتی کنن و پول مورد نظر رو توش بلوکه کنن. مهدی ضیغمی در گفتگو با ایسنا گفت متقاضی‌ها باید مبلغ 500 میلیون تومان رو بلوکه کنن. مدیر طرح واردات خودرو وزارت سمت گفت این طرح از روز شنبه 18 اسفند ماه از طریق سامانه یکپارچه ارز خودروهای وارداتی شروع میشه و انواع خودروهای وارداتی به تعداد قابل توجهی برای عرضه متقاضی‌ها در دسترس قرار میگیره. او اضافه کرد اطلاعات بیشتر درباره نوع خودروهای قابل عرضه و مهلت ثبت نام به زودی اعلام میشه. دوره قبلی فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه بین 17 تا 22 دی ماه انجام شد که توش 16 مدل خودرو عرضه شد و قرعه کشیش هم توی 24 دی ماه برگزار شد. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.